دوستان عزیز سلام. به روز پنجم و حوزه اجرایی پنجم یعنی کار پروژه خوش اومدین. کار پروژه مربوط هست به فعالیت و کاربردهایی که مرتبط با پروسه های پروژه، مدیریت منابع فیزیکی و پرورش یک محیط یادگیریه. این حوزه اگر به درستی اجرا بشه خروجی پروژه کارا و مؤثر، پروسه های مناسب پروژه و محیط، ارتباط مناسب با ذی‌نفعان، مدیریت درست منابع فیزیکی، مدیریت درست خرید و تدارکات، بهبود عملکرد و قابلیت تیم در جهت یادگیری مداوم و بهبود پروسه ها هست. کار پروژه مرتبط با اجرا کردن پروسه ها و اجرای کارهایی که تیم رو قادر به تحویل خروجی های مورد توقع میکنه. حالا بریم سراغ تعاریف مرتبط. اول از همه بریم سراغ مدارک مناقصه یا تمام مدارک مربوط به اطلاعات درخواست، مناقصه و پیشنهادهای فروشنده های احتمالی. حالا کنفرانس مناقصه چیه؟ جلسه با فروشنده های احتمالی قبل از آماده شدن برای مناقصه و دادن پروپوزال ها و یا پیشنهادها برای اطمینان اینکه تمام تامین کنندگان احتمالی یا تمام پیمانکاران ما درک درست و مشترکی از خرید و یا پروژه مورد نظر دارند و به عنوان کنفرانس پیمانکاران، کنفرانس تامین کنندگان و یا پیش مناقصه هم شناخته میشه. و اشتراک گذاری دانش. دانش دو نوعه. وقتی ما میخوایم اشتراک گذاری دانش داشته باشیم با دو نوع دانش سر کار داریم. دانش سریع یعنی دانشی که میتونه توسط کلمات، اعداد و عکس‌ها رتبه بندی بشه، یا دانش ضمنی که همون دانش شخصیه که سخت انتقال داده نمیشه، مثل اعتقادات، تجربه ها و دیدگاه هایی که داریم. کار پروژه تیم پروژه رو متمرکز نگه میداره و فعالیت های پروژه به آرومی اجرا میشن که شامل مدیریت جریان کار موجود، کار جدید و تغییرات کاره، نگه داشتن تیم به صورت متمرکز، استقرار سیستم پروژه کارا و پروسه ها، ارتباط با ذی‌نفعان، مدیریت مواد، تجهیزات، تامین کنندگان و امور حمل و نقل، کار با حرفه‌ای ها جهت عقد قرارداد، مدیریت حرفه‌ای خرید و امور قراردادی. همچنین مدیریت و مانیتور کردن تغییراتی که میتونن پروژه رو تحت تاثیر قرار بدن و در پایان شامل ممکن سازی انتقال آموزه ها و دانش هستش. در مورد پروسه های پروژه، مدیر پروژه و تیم پروژه پروسه هایی رو تدوین و دوره میکنن که تیم پروژه جهت اجرای کار به کار میبره. تمام مطالب برای تشخیص مشکل و نقطه ضعف چک میشن و اگر هر ایرادی وجود داشته باشه پیشرفت کار متوقف میشه. در متناسب سازی پروژه ها و پروسه ها ما باید به بزرگ یا کوچیک بودن پروژه دقت بکنیم و بحرانی و مهم یا اینکه مشخص بودن پروژه، یعنی ما باید بدونیم وقتی داریم پروسه ها رو متناسب سازی میکنیم پروژه‌مون بزرگ یا کوچیکه، بحرانی و مهمه یا یک پروژه کاملا مشخصه. توی روش های متناسب سازی پروسه ها در مدیریت پروژه ما آیتم های مختلفی داریم. یکی از اونها به کارگیری روش تولید ناب هستش، یعنی تولیدی که ما سعی میکنیم
کیفیت رو در حد اعلا داشته باشیم و در صورت ممکن تا حدی که ممکنه تلاش بکنیم که ضایعات نداشته باشیم. و همینطور توجه به چیزهایی که از پروژه ها فرا گرفته شده و کشف این که چطور بودجه ما صرف شده. پرسیدن این سوال ها کمک میکنه به این که تیم پروژه تخمین بزنه آیا باید با فعالیت های کنونی ادامه بده یا سراغ بعدی برن جهت بهینه کردن ارزش. چرا؟ چون دفتر مدیریت پروژه میتونه از تیم یک سری خواسته هایی داشته باشه که این خواسته ها هیچ ارزش افزوده‌ای ندارن. پروسه ها باید هم کارا و هم مؤثر باشن. یعنی باید مطابق الزامات کیفیت، قوانین، استاندارد و سیاست‌های سازمانی باشند جهت تولید تحویلی‌های مورد نظر. فهمیدن محدودیت‌های کار پروژه مانند زمان تحویل، انطباق با کدهای نظارتی، پیش تخمین بودجه و رویه‌های کیفیت در پروژه مهم هستند و باید بدونیم که محدودیت‌ها هم در طول پروژه تغییر میکنن و ممکنه یک محدودیت در ابتدای پروژه زمان باشه، در انتهای پروژه به بودجه تبدیل بشه. تقاضای یک ذینفع ممکنه تأثیر بذاره روی بودجه و زمان و کسری بودجه باعث کاهش کیفیت یا کم کردن و زدن از اسکوپ کار میشه که طبیعیه. به دلیل محدودیت ها وقتی تغییرات جدید رخ میده باید با مشتری، اسپانسر و صاحب محصول حتما جلسه داشته باشیم تا همه اینها چک بشه و بگردیم دنبال هر گونه جایگزین یا آلترناتیو تا مشکل پروژه حل بشه. مسئله مهم دیگه حفظ تمرکز تیم پروژه هستش که با چک کردن و ارزیابی اهداف و پیشرفت‌های کوتاه و بلند مدت تیم انجام میشه. در اجرای کار پروژه باید حتما حواسمون به درخواست‌های موقت باشه. درخواست‌های موقت از شما میخواد که از برنامه موجود خودتون منحرف بشین و بعضی وقتا کار همتیمی‌های خودتون رو مختل بکنید. بنابراین اینکه درخواست‌های موقت زیاد بشن زیاد خوب نیست توی پروژه ها. و مدیریت منابع فیزیکی. اهداف مدیریت منابع فیزیکی کاهش و یا حذف انبارداری هستش، حذف زمان انتظار برای مواد و متریال و کاهش ضایعاته. همینطور توی کار با بخش خرید. توی بخش خرید باید بدونیم چه کسی مسئول عقد قرارداده. نوع قرارداد بسته شده به حجم خرید، مشخص بودن محدوده کار و میزان ریسک بستگی داره و بر حسب اینها فرق میکنه. برای پروژه هایی که رویکرد تطبیقی دارن برای برخی خروجی ها روش تطبیقی و برای بقیه روش قابل پیش بینی به کار برده میشه و باید یه توافق کلی برای کل قرارداد وجود داشته باشه و کارهای تطبیقی ممکنه توی زمینه ها اضافه بشن برای اینکه کل کار و نوع قرارداد رو تحت تاثیر قرار ندن و باید بدونیم که در بخش کار پروژه تامین کنندگان جزء ذی‌نفعان خیلی مهم هستن و باید در نظر گرفته بشن و باید کارها و تغییراتشون مدام چک بشه و تغییرات یک پارچه داشته باشیم و کنترل تغییرات یک پارچه که توی ورکشاپ های قبلی توی محدوده کار و ابزار بهش اشاره شده. و اهمیت یادگیری در کل پروژه.
چطور میتونیم کار رو زودتر تموم بکنیم؟ چطور میتونیم ضایعات کمتری داشته باشیم و تضمین کیفیت رو بهتر اجرا بکنیم؟ مدام باید یادگیری و به اشتراک گذاری دانش داشته باشیم در این حوزه و بدیهیه که این حوزه هم با تمام حوزه‌های اجرایی دیگه تداخل داره.